هزاران درود به دوستای باحالم. داستان انیمه. انگل قاعده کلی از این قراره که توی دنیای انگل‌ها به زمین هجوم بردن و وارد بدن انسان‌ها میشند. کاراکتر اصلی داستان یک انگل وارد بدنش میشه. ولی فقط میتونه دستش تصاحب کنه. اولاش پشماش ریختی ولی بعدش ازش استفاده کرد تا زمین رو نجات بده. امیدوارم لذت ببرید. この種を食い殺せだ。泉真一君だよね。地球上の誰かがふと思った。君らはみんなもっと大事にしなければならない。そしてこの天敵こそ美しい大自然のピラミッドにぴったりと収まる人間の一つ上に